اما در این واپسین لحظات این فرقه تبهکار باید پیش از پیش هوشیار باشیم. این پایان مسیر نیست. ما با عزمی راسخ و گوش به فرمان شاه نبرد خود را در سنگر آزادی تا ریشه‌کن کردن کامل جمهوری کثیف اسلامی ادامه خواهیم داد. شادی حقیقی ما روزی است که با شکوه تمام شاه به میهن بازگردد. ما عهد بسته‌ایم تا برقراری دوباره سربلندی و شکوه ایران و بازگشت سکاندار میهن رضاشاه دوم لحظه ای از پای ننشینیم و همان گونه که مردم دلاور و شجاع ممسنی و تمام شهرهای ایران فریاد زدند، ما نیز فریاد میزنیم شاه میاد به کشورش، شاه میاد به کشورش، شاه میاد به کشورش. این آخرین نبرده، این آخرین نبرده. پاینده، پاینده.